ماشاءالله ماشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله. خواهران عزیز و برادران گرامی، امیدوار هستم که جور و صحتمند باشین. هر جای هستین الله حافظ و نگهدارتان باشه. ما در ولسوالی کشم زیبای ولایت بدخشان هستیم. امروز آمدیم در مسجد جامع ولسوالی کشم و با فضل احسان پروردگار مسجد جامع کارش خلاص است. میبینید چه زیبا ایره ساختن. خداوند اجر بده مردم شریف و با همت ولسوالی کشم ولایت بدخشان که دست به دست هم دادن، زحمت کشیدن، تلاش کردن و این مسجد زیبا و مقبول بنا ساختن. و بیشتر قسمت های از این مسجد از چوب کار شده، کاکی شده، بسیار زحمت کشیدن، تلاش کردن. الله اجر نصیبشان کنه. و این مسجد فرش نداره. امروز آمدیم تا اگر بتونیم که بخیر با همکاری پروردگاری مسجد فرش کنیم. داخل بریم. بسم الله الرحمن الرحیم. ماشاءالله. میبینید که مسجد بسیار زیبای مار کردن. الله اجر و پاداش نصیبشان کنه. جایگاه مسجد، جایگاه عبادتگاه پروردگار در اسلام بسیار بلند است. قسمی که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم بعد از هجرتشان به مدینه اولین اقدام کردند برای ساخت مسجد دست به کار شدن و مسجد بنا کردند که جایگاه بسیار بزرگی داره. و امروز ما هم آمدیم تا از ثواب این مسجد به بهره نمانیم. یک برادر عزیز و مهربان ما لطف کردن از ترکیه برای این مسجد فرشش خودشان دیزاین کردن، تنظیم کردن، در کارخانه اونجا تولید کردن و ارسال کردن که امروز ما بخیر فرش میکنیمش و مبلغ 13500 دلار آمریکایی هزینه برداشته که الله متعال در حسناتشان قبول کنه و صدقهشان قبول درگاه خود بگردونه. فضل احسان پروردگار فرشا رسید. بخیر همکارا کمک کرده دوستان که فرشا را ببریم داخل مسجد و فرشا را فرش کنیم تا ای که هموطنان ما بیاین و جماعت ان شاء الله که شروع کنیم. شما مندر باشید، بخیر آمدید. زنده باشید. چطور فرش چطور؟ ماشاءالله این فرش هر کسی انتخاب کرده، ماشاءالله از دینداریش انتخاب کرده، از فهمش از درکش انتخاب کرده. خیلی ماشاءالله بیخی اعلی نور و نعره است. ممتاز است. یکی جید است، یکی جید است، یکی ممتاز. ممتاز است ماشاءالله. هر کسی انتخاب کرده. یک جنس خوب و نرم و با کیفیت. این یک برادر عزیز و مهربان و لطف کردن از ترکیه. ماشاءالله. خودشان رفتن دیزاین دادن، طرح دادن، در کارخانه تولید شده آورده. خدا ایمان کامل نصیب کنه و حسناتون زیاد فلاشته کنه. ماشاءالله دیگه خیر. اخیر دیگه با مامی هستید. ذخیره آخرت است. ذخیره آخرت. الله اجرشون بده. دنیا مزیت الاخره. دنیا مزیدگاه است. خود چه با آخرت است. ماشاءالله خدای پاک اجر نصیب کنه برای اولادشان و خودشان. صدقه جاری تا که دنیا جاری است، تا کمی فرد همینجا باقی است. این صدقه اینجا جاری است. ثوابش میرسه ان شاء الله. هر فرد که بیاد دوستا و عزیزان سجده میکنن، کمک کنن. کلی دیگه ثوابش بر اونها ملائکه چی میگه؟ بله آدم درود میگه و خیلی ما و شما که نماز میخونیم، ما شما هم در حقش دعا خیر میگیم. زنده باشید بیر جوان همه ان شاء الله. مولوی صاحب محترم، شما اینجا هستین مسجد نام خدا ماشاءالله بسیار زیبا اعمار کردین. ماشاءالله هر کسی را ساخته بسیار با دیدانی بسیار پیشرفته و بالا. بله. بسیار قابل توجه همه مسلمانان، همه دوستای عزیزایی که من نه تنها کشمیر، از بدخشان، از تخار، از افغان، کسایی که سیاحت میان جو با تجارت میان انتخاب کردن، گفتن که بیخی ماشاءالله نظیرش نیست و نقشه‌ش هم
افغانستان فکر می‌کنم کامیاب باشه ماشاءالله دیگه. مسجد فرق نداشت مولوی صاحب. فرق نمی‌کنه که مسلمان‌ها مشکل داشتن بعد اعضای نماز نمیتونن بدن چون که مسجد فرض داره. الان که فرض اومده ماشاءالله تقریبا 2000 نفر تو نمازگزار بیشتر است در روزهای جمعه غیر جمعه. در اینجا همیشه دکاندارها تجارها همه در اینجا مسافرین نماز پنج وقتشون ادا میکنن، شکرگزاری میکنن، تشکر میکنن. کسایی که در مورد همکاری کردن، کمک کردن در اعمارش، در فرشش، در ظرفش، در همه چیزش. بخیر ان شاء الله دیگه ان شاء الله رحمان بعد از دیگه فرش ان شاء الله که ان شاء الله رسیده برشان تنظیم کرده میآیند 5 وقت نماز ادا میکنن. نماز همیشه ادا میکنن، با خودتر ادا میکنن. این مسجد در طبقه اعمار شده، طبقه سوم زیر کار است. ماشاءالله در وقت کمی ان شاء الله اون شما بر میشه در خدمت میمون مسلمان هم هستن. ان شاء الله هیچ کس دیگه خالی از ثواب نیست و کسایی که ترتیب و تنظیم کردن، اعمار کردن، عملگزاریش هم تهیه کردن. بخیر باشید. ان شاء الله دیگه زنده باشین نامیس. باشه. سلام علیکم. تشکر. زنده باشین. بخیر باشید. سلام علیکم. الله نگهدار. بخیر. السلام علیکم و رحمت الله. خوب هستین؟ بخیر هستین؟ صحت شما خوب؟ الله متعال اجر نصیب کنه همه هموطنان ما را که لطف کردن، مهربانی کردن و این تحفه نازنین بر شما ارسال کردن. خداوند اجر نصیبشون کنه. مبارک شما باشه. شما مبارک باشه برای کسایی که واقعا همین زحمت کشیدن، تکلیف کشیدن و رسانه‌ای کردن، اونها را تشویق کردن. شما هم در این ثواب شامل هستین. اونهایی که روان کردن اونها هم شامل هستن و این بسیار خدمت بزرگ است. ما از شما می‌خواهیم که ان شاء الله ایرا به گوش دیگران برسانید. منزل بالا هم همونطور به فرض ضرورت داره. ان شاء الله العزیز دیگه مساجد آباد میشه، خانه خداست و بیت الله هستن. اینها باید خدمت شوند و این شما 100% در این نقش عمده دارین، نقش بزرگی را دارین. یک مسجد نیست که در هر گوشه وطن شما رفتین و دیدین از مساجد آباد کردین، خدمت کردین و به دیگران رساندین. اونا همکاری کردن. شما و اونا همه شامل این ثواب هستن و الله رب العزت شما را توفیق بیشتر نصیب بکنه و ما همیشه خواهان هستیم که مساجد آباد شوند و دوستایی که در اینجا نقش بزرگ دارن. الله رب العزت اجر و پاداش بزرگی برایشان نصیب بکنه. زنده باشین، سلامت باشین. ان شاء الله ان شاء الله. ما افتتاح کردیم، فرش انوار شده. شما زحمت کشیدین آمدین. زنده باشین. زحمت شدین. الله شما را اجر نصیب بکنه. آیسه پهلوان هم آمدن دیروز افتتاح کردن و برگشتن و ما فقط آرزوی امیره داریم که بالاش هم تشویق بکنین دیگران دوستان تجار ملی را بعد اینها نقش عمده را داشته باشیم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى انك على كل شيء قدير. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا رب. زنده باشین. اینا بخیر تسلیمتون مولوی. زنده باشین سید. ان شاء الله. تشکر سید. بگین سید. بگین سید. بفرمایید. دان خدا چین میکنیم. خداوند اجر نصیب کنه برادر ما را که لطف کردن، مهربانی کردن، خودشان زحمت کشیدن، دیزاین کردن، ایرا رفتن در کارخانه تولید کردن، ارسال کردن و امروز ما شما فرمایش دادن خودشان. بله بله بله. بخیر باشین. خداوند اجر نصیبشان کنه. بخیر باشین. زنده باشین. آیسیب خود پیغمبر خدا فرمودند که زمانی که انسان از دنیا می رود 3 چیز اعمالش قطع میشه مگر 3 چیز: صدقه جاریه، علمی که از او بهره ببرند و اولاد صالح که در حق از او دعای نیک کنند. و این خودش صدقه جاریه است و تا زمانی که یک فردم از این استفاده کنه ثواب و اجر و پاداشش با اون برادر عزیز ما و به همه ما شما که لطف کردین، زنده باشین، همکاری کردین تا اینکه این به جا رسیدیم. امروز فرضش کردیم بخیر.
قابل استفاده شده میرسه. و برادر عزیز ما را خداوند اجر نصیب کنه، پاداش نصیب کنه که لطف کردن فرچه خودشان دیزاین کردن، تنظیم کردن، تولید کردن و ارسال کردن و مبلغ 13500 دلار آمریکایی هزینه برداشته که لطف کردن. الله اجر نصیب کنه. آمین آمین. زنده باش. الله بیشتر برش نصیب کنه. زنده باش. تسلیم شما دیگه. ما الهی آمین. الهی ما از حضور شما مرخص میشیم. مهمان میشیم. قربانتان. بخیر باشین.